السلام علیکم استاد. صدای من هست؟ بله. استاد امیدوارم خوب هستید. استاد سوال من که پرابلم من همین است که استاد تقریبا من 2 سال اخیر تنها گویم زندگی میکنم یا که تحصیل میکنم و تنها زندگی رو پیش میبرم و وقتای اخیر همین یک مشکلی با من پیدا شده است که استاد وقتی که نماز میخونم بعد اون که مثلا سوره ها رو میخونم یا که نماز خونده ایستادم در همین در تقریبا در بسیارتر از نمازهای فرض گویم از یادم میبراید در چندم رکعت هستم. یکی در اصل که من یگان پرابلم با خاطرم ندارم، لیکن مثال از یاد میبرم و بسیار وقتی آخر ایمانم مثال بفکرم ضعیفتر شده است. یکی بیشتر مثال گوش میکردیم امر معروف ها و تاثیراتشون دیگرتر بود، حاضر دیگرتر شده است. صوت همین نشونه اون هست که مثال بر من جن و همین چیا نزدیک شده هستن. صوت همین گفتنی همون هستن که چه خیلی شیطان دار جین، همون شیطان قرین. هر یک آدم در بدنش یک شیطان دارد. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله ها عایشه شیطانت مگر تو را نگذاشت؟ گفتن یا رسول الله من شیطان دارم مگر؟ گفتن که همه دارد. شما چی یا رسول الله؟ گفتن که منم دارم. الا ان الله اعاننی علیه فاسلم فلا یامرنی الا بخیر. فقط که شیطان من الله تعالی به من یاری داد و اسلام آورد، مرا فقط به کاری نیک امر میکند. یعنی این خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم. هر یک بنده در داخلش یک قرین داره، یک شیطانی دارد که همیشه نماز به طهارت کنم، وقتی نماز شد گویا حالی یک 5 دقیقه شین، حالی 2 دقیقه دیگه شین، حالی میرسی دریافت میکنی نمازه میگوید، یا اینکه مثلا کاری گناه کن گفته میسد، نمو شیطان است. ولی مادامی که سخنی نیک شنیده نتونید، ترسید از الله تعالی که شاید یگان کس ظلم کردید، شاید یگان گناه کردید، شاید یگان مال حرام خوردید، شاید یگان کس دعای بند کرد در حقتان که ظلم کرده بودید. وقتی که میبینید که همین صحبت های علمی اگر آدم دور و دراز گوش کرده نتوند و هم ایمانش خبر گیرد، یعنی تفتیش کند گناهش. کسی یک ساعت 30 دقیقه یک امر معروف گوش کرده نتواند، یک درس علمی گوش کرده نتواند، یعنی فقط میلش به کارهای گناه، به برنامه های غیر دینی بیفایده باشد، این آدم ایمانش از نظر گذراند، گناهاش از نظر گذراند. برای همین بازگشت به سوی الله تعالی کنید، توبه کنید. شاید اون گناه شما نمیدانید کدام گناهتون الله تعالی را به غضب آورد. دور بودن از دین این مصیبت است. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکردن که الله مصیبت ما رو در دینمون نگردان. این مصیبت در دین است. وقتی که از دین دور میشید، وقتی که نماز نمیدونید که چند رکعت است، این مصیبت در دین است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم دادن که گوییم که پیش از سلام دادن اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اما مسئله فراموش میکنید که 3 رکعت بود یا 4 رکعت بود، 3 رکعت است. 2 رکعت بود یا 3 رکعت خطا کرده، 2 رکعت است. الیقین لا یزول بالشک. این قاعده معروف از 5 قاعده های فقهی در شریعت اسلام است. الیقین لا یزول بالشک. یقین با شک دفع کرده نمیشد. یقین همین که 2 رکعت خواندید، شک همین که 3 رکعت خواندید یا نه. شک برابر بودن گمان، برابر بودن گمانی بنده. 3 رکعت خواندم 50%، 2 رکعت خواندید 50%. در این 3 رکعت خواندید یا نخواندید 50%، لیکن 2 رکعت عمیق 100% 2 رکعت خواندگیتان عمیق است. لیکن رکعت 3 برایتان شک شده ایستاده است که آیا 3 رکعت خواندید یا 2 رکعت. در این حالت 2 رکعت حساب میکنید، لیکن احتیاطاً بعد سلام دادن 2 سجده سهو میکنید و با سلام میتید. اگر نمازتان واقعا 4 رکعتی رسا شده باشد، این 2 سجده اضافگی برای شیطان به بینیش خاک بمالدن سبب میشد. بنده وقتی که سجده میکنه شیطان خار میشد، ذلیل میشه، خرد میشد، مانندی پشه میشد. میگوید که فرزند آدم به سجده امر شد و سجده کرد، من به سجده امر شدم و سجده نکردم. گفته خودش میخورد شیطان، یعنی بسیار افسوس میخورد از سجده فرزند آدم و ذلیل میشه، خار میشه. این 2 سجده برای شیطان به بینیش به خاک مالدن سبب میشه. لیکن اگر
5 رکعت خوانده باشه، چون شما 3 یا 2 گفتید و 2 گرفتید، لیکن در علم الله تعالی در حق اگر کامیره بینید، اگر بعد گذشته شدن بینید شما 5 رکعت خواندید مثلا، در این حالت اون 2 سجده همون 1 رکعت جبر میکند، نمازتون درست میشد. این دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم است برای آن آدمی که در داخل نماز شک کرد، ندانست که چند رکعت خواند. والله تعالی اعلم.